این حزب لین در همون مجلس هاشون و در سمینارشون در برآمدشون مردم همین خیل فریب داده ایستاده، مردم از راه بیراه کرده ایستاده، دولت سیاه کرده ایستاده، تمام عیب و نقصان هایی که خودشون برپا میکردن در جمعیت به نام دولت و به نام ملت و گذاشته ایستاده، مردم جنگ های خونخواره و جهاد گفته ایستاده، دیگر دولت های به فسانده مسلمان به مسلمان جنگ انداخته ایستاده، مادرای از فرزند جدا کرده ایستاده، از پدر جدا کرده ایستاده، همین کارهای سیاهی ننگ و ناموسی ملت سیاه کرده ایستاده با و یا سر برشته میگردن که ما ملت تاجیک ما مردکیم. نه نباید این را فراموش کنیم که آنها ملت فروشن، آنها پدر و مادر خود را، بابای باوکران خود را، اولاد و اجداد خود را اینا سیاه کرده، تگی پا کردن. اینها را بخشیدن هیچ ممکن نیست.